کارمندان کافدرای انکولوژیا تشخیص شعاع و طبابت شعاعی دانشگاه طبی تاجیکستان اولین بار در جمهوری جراحی ازوفاکوگلوپلاستیکا انجام دادند. در این باره روز 28 اپریل سامانه رسمی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان خبر داد. بنابراین منبع این جراحی چند روز قبل از جانب مدیر کافدرای انکولوژیا تشخیص شعاعی و طبابت شعاعی دکتر علم‌های طب یلدوشوف رفشن، اسیستنتان جمشیدوف جاوید و نوردینوف یگیتالی و دیگر کارمندان کافدرا با اصول گیبریدی انجام داده شد. جراحی مذکور 8 ساعت دوام کرده. در دوام جراحی از بدن بیمار 250 میلی گرم خون رفته است. طوری که رفشن یلدوشوف و یگیتالی نوردینوف خبر دادند بیماری که از سرطان جراحی شد 34 ساله بوده. یک سال قبل با علامت‌های از اشقار سوختن سرخروده‌اش در مرکز سرطان شناسی جمهوریوی بستری شده بود. طبق نتیجه های تشخیص های قبل از جراحی انجام شده همه قسم سرخروده از قسم گردن سر کرده تا قسم قفای سینه و قسم ابدومینالی سرخروده بیمار پوره سوخته و استنوز گردیده بود. به گفته جراحان حال بیمار در حالت خوب بوده زیر نظارت پوره طبیبان قرار دارد. اکثر بیماران سرطان از تاجیکستان به سبب نبودن شرایط و متخصصان لازم در جمهوری مجبور می شوند برای انجام جراحی های مرکب به کشورهای خارج بروند. اگر قبلا اکثر چنین بیماران به روسیه و بعدها به ایران می رفتند، حالا شماره آنهایی که برای طبابت سرطان به چین و هندوستان می روند بیشتر شده است.